این ویدیو رو ببینید. دیشب اتفاق عجیبی میفته. برنامه پخش میشه به نام بازمانده با اجرای آقای سیامک انصاری و مهران غفوریان. توی قسمتی از این برنامه شیردال، موجود اساطیری ایران که آثارش توی تخت جمشید هم هست، و درفش کاویانی، کهن‌ترین درفش تاریخ شاهان، به عنوان سیبل و هدف توی این برنامه گذاشته میشه و تخریب میشه. تو لحظه‌ای که خانم کریمی داره پازل رو تخریب میکنه، تو شرایط بسیار بسیار جلوتری هست و بدون ملت ایران، سوالی نغز دارم از شما. از میان مسجد و گلدسته تا آثار ما، این پلشتانی که این برنامه ها را ساختند، بر درفش کاویانی سنگ ها انداختند، نطفه از ایرانیان دارند یا از اجنبی؟ بر کدامین دین و آیین و کتابند و نبی؟ فرض کن این ماجرا و جایمان برعکس بود، جای شیر دال ما طرحی ز کعبه عکس بود. وای امت وای دین، فریادشان تا آسمان، مستند می ساختند و ادعاشان بیکران. گوشه تصویر و اخبار و همه برنامه ها عکس مکه، زیر آن هم با مصیبت و غم راه پیمایی برای حد حرمت می زدند، نام آن را نیز خشم قوم و ملت می زدند. پاسخ ایرانیان با شعر شاعر رک و راست، این وطن، این خاک و تاریخش همه از آن ماست.